سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم یه بازی جدید بهتون معرفی کنم به اسم The Wolf. بازی شبیه ساز گرگ هستش که آنلاین و نیاز به فیلتر شکن داره و حجمش حدود 400-500 مگه. یکم توی بازی دانلود داره. بیشتر حجمی که توی این بازی مصرف میشه موقعی که توی بازی هستی. منظور مپای توی بازی خیلی حجم زیادی ندارم، بیشتر پای دانلودش بر اساس توی بازی بودنتونه. یعنی هر چقدر بیشتر بازی کنین بیشتر حجم اینترنتتون مصرف میشه. واسه مپا خیلی اونقدر حجم زیادی نمیخواد. واسه iOS 13 به بالا هم باز میشه. بریم که شروعش کنیم. بازی از این قراره که 3 بخش داره. یکیش PvP، یکیش به حالت کوسته، یکیشم که این حالت کاستومه. مثل اینه که شما دنیای دیگه واسه خودتون خلق میکنین که میتونین با دوستاتون بازی کنید. این نسخهش هنوز بتاست، آزمایشیه. میتونین با دوستاتون مثلا با هم به یکی حمله کنین یا با دوستاتون به هم دیگه حمله کنین یا اینطوری. PvP هم که حالت آنلاین 2 تیم هست، با هم تیمیاتون میرین به تیم دیگه حمله میکنین. من حالت اولم که کوسته اینطوری به ترتیب میرین و نقشه های جدید رو باز میکنیم. من از هر کدوم یکم بهتون نشون بدم. کوستش هم مثلا این دوریه که میگه مثلا برو مثلا فلان تا مثلا موش شکار کن یا مثلا فلان تا ببر شکار کن. گرافیکش هم خوبه، مپش هم بزرگه. من اطرافو یکم بهتون نشون بدم. دارای کوالیتی خوبی است. این قرمزا که میبینید اینا یه پلیرهای دیگه هم. وقتی اینو میزنین بهش حمله میکنه. الان مثلا از کوست من از 10 روباه یکیش مونده. 3-4 تا بهتون لول میده، رفته لولاش هم بیشتر میشه. مثلا این وسط سبزی رو بزنیم بهمون سرعت میده، سرعتمون زیاد میشه. بعدش مثلا یه موجودی رو که میبینیم روش تارگت کنیم، اینو بزنیم، این اتک رو بزنیم، خودش میره دنبالش. بعدش از این لول ها میتونین استفاده کنین و کوستاتون رو پر کنین. الان کوست من پر شد. توکنم بگیرم. فضای خوبی داره واسه موقعی که میخواین تنها اینو یکم ذهنتون آروم بشه. خیلی چالش زیادی نداره. مثلا دهش یه دونه مثلا راکون پیدا میکنید میخونیش. مثلا یه گوزن گوساله. رفته فکر کنم من دارم اونجا اومده موشکو. یه از این هم میتونین یه کاری رو بهش بگیم واسهتون انجام بده. مثلا اینو بزنین میشینه. بگم داره، میتونین پابند و زنجیر و پنجه بند، بیشتر دیگه پابند که نه، پنجه بند و گردن بند، یه چیزایی بهتون آیتم میده که اتک و اسپیدش یا هلسش زیاد میشه. نشون بدم کیفیت خوبی داره. گفتم واسه چیل کردن خوبه. خب بریم من پیشم بهتون نشون بدم.
پس خودتون گرگ رو درست میکنین و بعدش میتونین گرگا رو با لباس های اسکین های مختلف بخرین. یه دونه اسکین واسم افتاد. از اینجا میتونین لولاتون رو زیاد کنین نسبت به پولی که دارین. من بیشتر رو اتک و اسپید پولامو خرج کردم. از اینجا میتونین این آیتماتون رو جمع آیتماتون رو نشون میده. این فیلم گرگ زرد و منش ولی فرقی نمیکنه تو شکل. حالا شاید یه جای دیگهش فرق کنه. منم الان یه چیزایی انداختم که روم یکم دمیجم اینا زیادتر شد. الان پلی رو که بزنیم میریم بخش پی وی پی، پلیر با پلیر. آره بخش خوبی بازی تقریبا اینجاست. اینم بگم بهتون همیشه روز نیست تا نسبت به گیم خودش شب و روز داره. الان افتادیم فکر کنم طرف های مثلا کم کم غروبه فکر کنم چون یکم زمین نارنجی شکله. این نقشه رو که میزنین قرمزا، الان ما قرمزیم. آره اونجا نوشته بد وولف، تیم من قرمزه. بریم سراغ آبیا. اینم بزنین سرعت میده. اوه آبی افتاد رو سرعت من تموم شد. 3 نفری این سگ افتادیم دنبالش. ببینیم بله کشتیمش. خب بود بکشیم. بازی بود فاک تو بیا. خب داره این سنگی اسکلشون کردم پشمام بگارم. کش منو. بریم بخوریمش. خب بخش سوم بازی هم تقریبا مثل بخش اولشه، فقط با این تفاوت که پلیر واسه سروری که درست میکنی میتونی رمز بذارین و کسی دیگه ای نیاد توش. فرقش همینه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. مرسی.